سلام خدمت همه بینندگان عزیز. میلاد حلاجی هستم، مجری برنامه صندلی داغ. تو این برنامه دعوت میکنیم از بازیگر بلاگرای شهر تبریز که تشریف میارن تو برنامه‌مون گفتگوی صمیمانه با هم داشته باشیم. لطفا ما رو تا آخر این برنامه همراهی کنید. صندلی داغ تقدیم میکند. با سلام خدمت دوستان عزیز. خیلی خوش اومدیم به برنامه صندلی داغ. این قسمت چهارمونه بچه‌ها. یه مهمون ویژه داریم، خوش اخلاق، خوش چهره، خانم شیوا تاج. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از دعوتتون. سپاس. خب خودتون رو کامل معرفی کنید. عرض کنم خدمتتون که من شیوا تاج هستم. بعد متولد 1361 ساکن تبریز هستم. بعد هر چی بپرسین در خدمتم. خانم تاج چند سال شروع به کار کردین در عرصه سینما؟ من حدود 11 سال پیش شروع کردم در عرصه تئاتر و بازیگری فعالیت میکنم. کدوم بازیگرا رو بیشتر دوست دارین تو تبریز؟ تو تهران هم میتونین، تو ایران هم میتونین بگین. مثلا من نیکی کریمی رو خیلی دوست دارم، الناز شاکر دوست رو خیلی دوست دارم، از چهرهش خوشم میاد، از بازیش خوشم میاد. سحر قریشی هم دوست داشتم که دیگه الان دوستش ندارم. درست. خانم تاج منبع درآمدتون از کجاست؟ منبع درآمد من از بازیگری و بلاگری، تبلیغات. درست. تعرفه تبلیغاتتون رو میتونیم بگیم به ما؟ حتما باید بگم؟ هر طور صلاحتون. فقط میتونم بگم که خیلی مناسبه، خیلی مناسب‌تر از بقیه بلاگرها. مثلا 5 میلیون خوبه بگیم ما؟ آره. چون اینا مناسبن دیگه. 5 میلیون. 5 میلیون خیلی مناسبه. دستون درد نکنه. یه سوال دیگه. فرض کنید شما یه کارگردان هستین. اگه قرار باشه زندگیتون رو توی یه فیلمی بسازین، دوست دارین نقشتون رو کدوم بازیگر اجرا کنه؟ فرقی هم نمیکنه چه تو ایران باشه چه تو خارج. نقش منو الناز شاکر دوست. خب چرا الناز شاکر دوست؟ برای اینکه بازیشو دوست دارم. خیلی طبیعی بازی میکنه. خب خانم شیوا تاج شما دهه 60 هستین، درسته؟ بله، با افتخار. دستون در نکنه. چه فرقی میکنه بین دهه 60 و 50 یا مثلا 70 چرا دهه 60 به قول شما مظلوم واقع شدن؟ والا من اینو اکثرا اگه ببینید تو پیجم تو پست‌ها هم از همه مخاطبینم میپرسم علتشو، ولی علتشو تا حالا من پیدا نکردم. ما خیلی مظلوم واقع شدیم در حقیقت. درست. یه سوالم که من از همه پرسیدم از شما هم میپرسم. عاشق شدین تا حالا؟ بله. چند بار؟ یه بار. خب الان تو رابطه یا نه؟ باید بگم؟ دوست داریم بگین، دوست ندارین نگین. دوست ندارم بگم. پس تو رابطه نیستین. خیلی سخت شکست خوردن، درسته؟ خیلی. چند ساله شکست خوردی؟ نمیگم. شاید هم مثلا شکست نخوردم. کی گفته من شکست خوردم؟ من شکست نمیخورم، شکست ناپذیرم. اگه برگردیم به گذشته بازم انتخابش میکنی؟ نه. علتش؟ خب تجربیاتی که به دست آوردم باعث شد که آدم درستی نبوده برام. خانم شیوا تاج دلخوشی‌های دهه 60 چیه؟ به ما میتونین توضیح بدین؟ دهه 60 با چیزای خیلی کوچیک خوشحال میشن، شاد میشن، ذوق میکنن و چیزای خیلی جزئی و کوچیک. ولی خب الان میبینید که اینطوری نیستش. الان توقعات خیلی بالاست و اینکه باید خیلی چیز واو باشه که مثلا کسی خوشحال بشه، ولی ما بدبختا با همه چی خوشحال میشدیم. خانم تاج چرا دخترای دهه 60 خواهان زیادی دارن؟ چون واقعا همهشون زیبان، سنشون رو نشون نمیدن. یعنی من هر جا هر کی بپرسه بگم متولد 60 هستم کسی باور نمیکنه. تصویر گویاست دیگه. اگه قرار باشه تو تبریز با یه بلاگری کار کنین با کی کار میکنین؟ با هیچ کس.
همون تنهایی؟ تنهایی دوست دارم ادامه بدم. به خاطر حاشیه‌ای که به وجود میاد. اینو اکثریتا گفتن مثلا تو تبریز نمیشه مثلا جفتی کار کرد. اینو قبول دارین شما؟ قبول دارم، برای اینکه تو تبریز حمایتگری خیلی کمه. دوست نداریم همدیگر رو حمایت کنیم، یعنی که ببینیم که یکی یه پله بالاتر از ما هستش. من خودم که اینجوری نیستم ها، ولی خب هستن کسایی که اینجوری هم و دوست ندارن پیشرفت یکی رو ببینن. تا میبینن که یکی میخواد یه خورده پیشرفت کنه، سعی میکنن که یه جوری یه چیزی بندازن جلو پاش، قل بدن که نتونه بره بالا. به خاطر همین من سعی میکنم که تنها برم جلو. خیلی هم عالی، ان شاءالله موفق باشین. حرف دلتون با مردم چیه؟ با مردم چی بگم؟ همه روزای خیلی سختی رو میگذرونیم، از لحاظ اقتصادی و همه از لحاظ روحی و روانی واقعا تو فشار هستیم، ولی خب میگذره این روزای، بعدم میگذره. انشالله که روزای خوب میاد، همه خوشحال باشن. دوست دارم که همه مردم ایرانم خوشحال باشن، شاد باشن، بگن و بخندن. انشالله. مرسی. خب نظرتون در مورد این برنامه‌مون چیه؟ انتقاد، پیشنهاد؟ برنامه خیلی جالبیه، خیلی خوبه. تبریز فکر کنم که اولین بار این اتفاق میفته. خیلی هم ازتون ممنونم که ما رو دعوت کردین اینجا، لایق دونستیم. من که خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ما از طرف اسپانسر برنامه‌مون عطر اتکلون صحرا یه هدیه ویژه داریم واسهتون، روی میزم گذاشتیم. ان شاءالله مورد پسندتون باشه. خیلی ممنون، مرسی. خیلی برام با ارزش هستش. خیلی ممنونم از اسپانسر برنامه‌ام، خیلی تشکر میکنم. به پایان اومدیم، انشالله مورد پسندتون باشه. لایک، کامنت یادتون نره، انشالله ما رو حمایت کنین. یه تشکر ویژه هم داشته باشم از عوامل پشت صحنه که خیلی زحمت کشیدن، مخصوصا فیلمبردارمون آقا کایان، مشاور برنامه‌مون آقای ارکان عبدی، گیریمورمون خانم کمالی عزیز، بعد استودیومون بورنگ. خیلی ممنونم ازتون، روزتون خوش. خداحافظ.